من رسیدم دم درم الان. این شما و اینم برج‌باغ پارسا. به به خیلی ببین وایب خونش خوبه، یعنی انرژی که خونش داره رو هیچ جا نداره. حالا بریم با هم ببینیم که علی زارزده سلام چطوری؟ به 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 آقای نیتو. هلو چطورید؟ خوبی؟ آقای سلام. خب من رسیدم و سلام چطوری؟ ناز خانوم قربونت برم. سیب خوش قربونت برم. سلام چه تیپی زدی؟ همکنون در صحنه موجودی 4 پا که همیشه خوابه. بابا لام هستم. علی دهنش این سری باز نیست. عجیبه، از عجایب خلقت. به به چطوری؟ خوبی؟ قربونت برم. دلم از تنگ شده بود. بابا شما چرا اینقدر؟ منم همینطور. موهاتو کوتاه کردی؟ خیلی خوشگل شدی. شیطون همه چی بهت میاد. قربونت برم. من نظرت چیه راجع به خونه؟ خیلی ببین خوراک ریلزای خودته. آفرین. بعد نور به به. وای تا جونم قربونه فرد پیشم من. منم دارم میگیرم بچه. آرتا ولی همینطوری داره همه جا رو بررسی میکنه ببینه کجا میتونه شیطونی کنه. آره یهو اومد فدات شم. زریم که تا الان خواب بوده، بعد الان سلام فدات شم. خواهش کنم. پر اساس و وسایله که الان میخوایم شروع کنیم. من نگین زهرا میخوام بیافتیم به جون آشپزخونه. زهرا برداشتن چیزا دیگه، لباس شروع نکنیم؟ چرا؟ فدات شم قربونی. موهای فرفری شده. آخه من چیکار کنم بخورم این پاهاتو؟ فدات آرتا گلی من. قربونت کلت برم. موهای فرفریت برم من. خوشگل خونه. وای خدا قربونت برم من. چه ذوقی داره. جای شلوغ دوست داره. فداش بشم به منه. کسی مدی به خونه مامان. فدات شم. بزنمش بره زلزله بازی در آیا بزرگ داره راه میری قربونه. فدات شم. بیا بریم ببینم. ای قربونی نگاش کن چه ذوقی داره برام مرجان. ببینمت. آجی میخواستم لیمو رو بیارم. نمیشد بیاری. بله بیا اصلا اینجا دیگه وای میسته. ای خدا بیا از مفتالا که همش بازه. ماشالله به تو قربون قده. اینجا فقط میخواد راه بره دیگه راه اومدی تو این خونه. خاله خوشی به خاله. قربونت برم مرد کوچک من. آه خداش فضولی ها شروع شد. ظریف هم لباس کارشو پوشید. منم نمی‌پوشم. عمر من سلام. ای خدا بودو بیا. وای من میمیرم برای تو. آخه بابا مرد کوچک منی تو. عشق منی تو. قربونی تو. بشه منه. فداشی بشم منه. قربونش بشم منه. یادت اینو کی باید گرفتم ویدیوشو؟ چقدر بزرگتر شدی از اون موقع. قربونت برم من. قربون و لپا.
چال لپشونه داتو. ای خدا. بچه من دیگه باید برسم به کارا، ولی متاسفانه آرتا رو که میبینم تمرکزم کلن به هم میریزه. ای وای ننی. آخه نگاه کن زاویه رو، قند نیست، شکر نیست. قربونی تو برم. باو 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 باو. خب مشاهده میکنید آقای مهدی سولار رفته و به شدت سوخته. خدایی به نسبت اینکه سفیدی خوب رنگ گرفتی. بله. آره. باشگاه میری؟ آفرین. خوب کاری میکنی یعنی. زارزت کو؟ کجا پیچید؟ بچه راستی بذارید نشونتون بدم خونه رو. اسقر آرزت کو؟ اسقر رو یه دقیقه بذار بگیرم. به آقا یوتیوبر خالی کن بچه. اسقر آرزت. خب بریم اتاقا رو بگیرم براتون. اینجا اتاق منه. حالا بخوام با یاسی و این پشمک بود. این قلبی دارم. خب اینجا اتاق آرتاگلیه. اینجا اتاق آرتاگلیه منه. الهی من فدای اون ظرافت. ای خدا. خب اینجا این روبرو هم اتاق مرجان است. راستی نخونم دیدی؟ فلفل اینجاست. ساختمونه چقدر خوشگله. بسید نمیتونم خونه خودمون نشونتون بدم. یعنی همین اتاق. خدا لعنت کنه اسقر آرزت. خب ویو رو بیا. خب تی امروز مهمونه کیم؟ من چیو تیو؟ من اصلا کار زنونه بلد نیستم. همینی که هست باید یاد بگیری. بابا مگه تی کار زنونه است؟ از کی تا حالا تی زدن کار زنونه شده؟ من مادرم این گاله به این یاد کرد. خجالت بکش از این. من وسیله جا به جا میکنم. کار زنونه نیست، کار مرد. وسیله جا به جا میکنی؟ مرد زندگی بابا زور میخواد خدایی تی. البته علیارزا خیلی دیروز اظهار نظر میکردن تو تی زدن من. فکر کنم واردتر باشی هم مهدی میگه من بلد نیستم، تو که بلدی گردن بزنی. وارده نمی‌باید بزنه. دقیقاً. تو الان وارده یاد میده و بقیه میزنه. آها نه. شروع کن ما یاد بگیریم. وارا رو جابجا کن سلطان. دعوا شده سر تی. آقا من که همه میدونن ظرفا با منه همیشه. مردونه دعواتون شد به من زنگ بزنید. دعوا شد به شما زنگ بزنیم؟ چوسی. بیا همینو می‌خواستی. یه بار دیگه بهش بگو. بیا پایین بابا. بیافتم پایین. بلد نیستی مثالشو هنوز نه. بیا پایین. خب چه ببینین الان خونمونو بهتون نشون میدم. ببین خونه ما این خیابون رو میبینید که داره میره به سمت بالا. اینو مستقیم برید به سمت بالا، انتهای این کوچه خونه ماست. نه قومیه بدت چه. آره با یاسی میخوایم کنار بیایم با هم و ببین بد شد دیگه اومد نساد. پس میریم توی فایت. میریم با هم توی وارد جنگ میشیم ببینیم کی از همه قوی تره. من قوی تره. خب خونه ما میدونی کجا چی هستی؟ گفتم بهت اینو مستقیم میری بالا این کوچه رو. خب میخوری به خونه ما. واقعا؟ خونه ما خیلی نزدیک شد. اینم که اوینیم دیگه. اینم که برج میلاد عزیزم. بریم تا یکم کار رو جلو ببریم و دوباره میام. اینم ناخونم که گفته بودی فلفل رو بیا. اینم فلفله. بابا لامصب چیکار داری میکنی؟ من رژیمم بابا باورم برم. شاعر میگه چی؟ یوتیوب استوریاتو بگی. مثل سگ کار میکنم که مثل سگ زندگی نکنم. مثل بنز کار میکنه که سوشی بخوره صبحونه. سگ دیگه. مثل بنز. علی آرزلان که
چون باید 10 تا بخورم ولی 9 تا خوردم. یکیشو من خوردم. چه خوردم؟ علیرضا الان حمله ور میشه به این، چون من و علیرضا نه بابا من سوشی میخوره مهدی. بعد ما صبح لوبیا چیتی هم به زور گیره. از کجا میگیری؟ آرتا سوشی میخوریم. 10 تا هم باید پسته بخوره. میگم اسلام کار میکنن که اینجوری زندگی. چقدر با کلاسه. چقدر شیکه. آرتا سوشی میخوری آرتا؟ بابا چیه برنج تیکه ماهیه دیگه. گرونه ولی. بابا گرون چیه بابا؟ میرم با 7 8 کیلو میخرم. الان نصفش هم کوچیکم. با 7 8 کیلو چقدر؟ هر روز 2 تومن میخوری؟ 3 روز یه بار 2 تومن. الان بخوام حساب کنم نمیدونم، فکر کنم 60 میلیون توی ماه فقط سوشیته. من صبح با موتورم میرم کار میکنم اصلا نمیبرم. آفرین. تو میخوای که خوب زندگی کنی در لحظه. شد شاهی برای خودت توی دنیای خودت. گلدن روز. ای قربونت برم. نمیدونم چه تست کن. اندروید میخوره. ای فدات بشم چجوری داری راه میری تو؟ ای خدای من. آقا تو چجوری تو داری راه میری؟ واقعا من باورم نمیشه تو راه بری. فدات بشم من. بیا. ای خدا. دستش نکن تو آرزه چه بیار تمیز کنم موبایل رو جا کنم همه تیو براق کننده بیارم. ای فده اون کف پات بشم من. ای خدا. آی عشی لیو مشاهده میکنید در حال کار. خب فعلا یکم جلو افتادیم. داداش اشکان یه ذره اونجا رو سنگ تی کشیده، فقط اون نقطه رو. اون که آشپزخونه رو کلا زهرا میشست، من خوش میکردم چیلیم تا یه جایی. بعد مونده دیگه کار دارم. فعلا تو استراحتی. بچه‌ها غذا رسید. سحر دستت درد نکنه. آی مینه برم. خوشمزه تهدیگ داره. چیکار کردیم؟ هیچ. آشپزخونه رو چیدیم. داداش اونجا رو تی کشید. من که الان فقط میخوام برسم به غذا. گوشنمه. واسه آرتا بکشی. دیگه لباسا رو هم چیدی؟ چیز تو اتاق غزاله و بچه ها همه تو اتاق هم دارم میچینم. تو چی کار کردی؟ من ظرفا رو خوش کردم و چیدم و یه اینجوری ها. عالی دمت گرم. خدایی هنر میخواد واسه این همه آدم غذا درست کردن. ببین چیه. عالی. گوش که خیلی خوبه. عالی. تو کدبانی منی از این بعد. بیا غزاله برو بده سپیده. غزاله یه فدای غذا خوردنت برم. من ماکارونی انقدر دوست داری. فدای جم. وای خدا باورم نمیشه. سالاد شیرازی رو جا گذاشته خانم. الان با هم داریم میریم بیاریم. چقدرم که گشنمه من. فراموشیه. چرا رفت نو؟ باش دوباره براتون میگیرم. موقع غذا خوردن براتون میگیرم. زوری شد. یکی از سوشی خوردن تستوی گذاشته بود. حالا نمیدونم من خانم همیشه این مامانا تقسیم میکنه. مری بیا عشقم. خب به به کارو بگیر. گفتم که هنر میخواد برای این تعداد. بده اونم جوایدی نشسته اینجا مثل بچه. بیا بخور. چیزا کارا دنبال غذا دوش نتوان نداری حرف بزنی. خیلی دختره حال نداره حرف بزنه. بچه‌ها خیلی بیا جواهر. بیا. بدید من پخش کنم. بده واسه یاسمین بده من ببرم. بیا یاسمین اگه چون بچه شاید شکمش بچه نباشه. حالا میکشم. من بعید میدونم. به 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 چه کرده؟ مری سویا و چپ مهدی کردن که سوشی نمیخوره. چون میگم ماکارونی نمیخوره چون سوشی خورده. اصلا خاصه عینک زده.
آخه جدی مهناز چقدر؟ اوه خدا یکم برام از ملاتش بده. سوشی نخوردی ها؟ دستت. جان مادرم به جان شوده آفرین گرفتم براتون همه رو غزاله تستش کنم. غزاله الان گشنتونه زیرشو زیاد کردم من که دارم واسه میکشم خدایی ولی سال شیرازی و مامانم بود بابا ولم کنه مستر تسترم میگه نه مادرت زایم نه مثل تو بلدی آری ازم تعریف کردم خیلی ممنونم دوستان این صحنه رو از اینا باورم نمیشه تو خود گوشی تو بخوای بزنی شارژ چرا احاجات با من عوض شده؟ یه هفته نگاش کن تو این شرط رو با من عزیزم داری منتفی عزیزم نمیتونه با کسی دیگه این شرط رو داشته باشه این شرطش با منه من باید براش آب بیارم اون نمیتونه بر کسی آب بیاره الان میتونیم اینو برعکس کنیم مهناز لباسشو اتو کرده قرار شد یه هفته آره رو همون داره اسکی میره در تو دیگه نمیتونه ولی این با من بسته با یکی دیگه ببر تازه من دوباره چند روز پیش لباسشو اتو کردم تمدید شد ولی به هم گفتی دستمال بیار خب دستشوی داشتی صورتتو کام میشستی تو دستمال خواستی نه گفته بودی آب تو داری واسه زهرا انجام میدی چه ربطی داره زهرا بخواد واسه من انجام نمیشه این چیز آخه با یکی دیگه ببر آها چی؟ میخوام براش غذا درست خب منم میخوام اوکیه دوتامون بخوای دوتاتون میخواید آب بدید دیگه آبو زهرا میده ولی دوتامون میخوایم اونجوری اوکیش میکنم بی‌نظیر یعنی من کلا یه چیزی که بحث قبلی رو بذارید ببندید تو هم کباب تابعی میخوای درسته؟ بابا ولم کن سمتانه علی رضایت بفرمایید بعد ریختم ممنون هستم مرسی خواهش چون می‌کنم من میدونی که تو هست نگاه کن تو هم کباب تابعی میخوای ولی خب خیلی تو باید کارای منو انجام بدی منم باید کارای سهر انجام بدم پس در نتیجه تو کارای جفتمون انجام بابا بیا برو جمعش کن بابا برو دست از سر من بردار ببینم تا این نگیه کجا قایم شده اصلا آها بنداز سر کارت داری خودشو کشیده کنار بچه نور رو ببینید چقدر زیباست خیلی بامزه است نور سالاد هم نداریم الان من به کی دادم داداش من برو جوشکار بودم اصلا من با کی کار کردم من غذا سالاد و تعدیق و همه اینا دادم آوردم برات پایین گفتش که دادیم به سرایدار من در حد انقدر سالاد دارم سالاد چیز بود شیرازی آره من دیدم تو استوریا آره دیگه برات نگه داشته بودیم مشابه شوهر دادین؟ نه نمیخواد ولش کن نظرت چیه راجع به غذا؟ نه خدا وکیلی خیلی خوب پس الان ما نتیجه میگیریم اون ماکارونی که تو بذار 5 شمال خوردیم موادش کم اونو نگین درست کرده آها آره بابا نگین درست کرده بود اونو دیگه سر مگه تو درست کرده بودی؟ با نگین مشترک درست کردی همه کاراشو ولی چیز کرد من یادمه نگین بلد نیست آشپزی آره اینم سالادشو زدم تو گوشم این خب من برم باشگاه و دوباره برگردم ادامه کمک ببین تو این 2 روز من و زهرا انقدر کار کردیم یه روزشه که نگین کاری نکرد یه روزشه سحر که کلا کاری نکرد امروز اون دوتا باید جبران کنن چون من 2 روز تی زدم میدونی چی کاری مرد رو انجام دادم از برم باشگاه و بیام خب من رسیدم از باشگاه برگشتم بریم بالا ببینید من آرتا رو که میبینم کلا از همه جا تمرکزم میپره ای خدا قربونه تو دندوناش در اومده دیگه تو بخورم بیا یکم آب بخوره آبا آره یا ریاکشن طبیعی پاشو وایسا ببینم چجوری وای میستی میو 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 ای خدا
بابا خامش خوردیم رو دادی بیرون؟ چقدر خوشگل دادی بیرون؟ خیلی بال خوردی قیافه شو قربونه اون قیافه اشکا میشه یه بار دیگه این کار بکنی؟ بیا گوگو گوگو گوگلی گوگلی قربونه شیرینی میخواد باز قان 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 دمپای ما 100% چرا بخواه نه پاهای شما کاری کرده عزیزم توی مشتمه جدیدی که آوردم دمپای بنفشه قربونه تو برم چی شده پاشو از حق خودت دفاع کن پاشو از حق خودت دفاع کن خب خونه رم که چیدیم و قربونت برم چه حسی داری؟ خیلی خستم آرتارم بعد 3 روز دیده بودی آره؟ الهی فدات شم من مادر نمونه من دلم آروم شد ولی اصلا بهت نمیاد میگی بچه اومد خونه اصلا من نمیتونم چرا بهت نمیاد بچه داشته باشی آره به خدا باورم نمیشه بچه‌م 1 سالشه به کپی خودمه قربونت برم امیدوارم توی خونه به بهترینا برسی مهناز تنها دختریه که من میبینم عاشق بچه است میمیرم برای بچه یعنی ما همه میگفتیم وای نه بچه چرا بیا حالا الان غلط کنم بگم اون موقعی که نازی آها دیدی مهناز از الان میگه من فقط ازدواج کنم بچه بیارم ببین من 2-3 تا بچه میارم تو هم یکی دیگه میاری مطمئنم میاری حالا نگاه کن این بحث با خوبی و خوشی ببین البته یه سری بچه ها هستن کلا دوست ندارن که خواهر برادر داشته باشن بعد ببینیم آرتا مودش چیه میدونی؟ به میل آرتانی هستم چرا به خدا که به میل آرتا اگه بگه من تنهام چی؟ نمیگه بابا تو دلرحم‌تر از این حرفایی به خاطر دلرحمیم یه بچه دیگه بیارم نمیاری؟ من که بریم چای شیرینیمونو بخوریم بابا بچه اینقدر خوشگل میشه مری مرجان واقعا خیلی خوش اخلاق مهربون و دلسوزه حیف به یه دختر مثل خودش نیاره پاک و معصوم دقیقا موافقم پسرم شد من خودم دوست دارم بچه اولم پسر بشه بابا تکثیرش کن دیگه آقا من خودم دلم میخواد بچه اولم پسر بشه مثل تو ایشالله دومی هم پسر شد اشکال نداره دخترم اوکیه خب ببین خیلی اذیتم کرده از صبح همش منو ترسونده الان وقتشه که جا دیدی ببین بابا یر به یر شدیم تازه زری جون به خدا میمردن که جواب بود بابا منو 10 بار تا الان جر بدی نوبت تو بود دیگه سیم داریم میبینیم اون یه تیکه که من زبونم دراز کردم دستت خورد اتفاقی گرفت کی؟ من داشتم باردا زبون دراز یه خستم دارم میمیرم خانم وسط ها پیچون راست باشگاه بابا مگه علی آرزو دارم عزیزم شما دیروز کار نکردید من دیروز کار کردم خودتون نداشتید کار کردم نگین و تو نشست اشغال کردید الان دیگه نوبت شما اشغال سنگین تو گوشی آره دیگه الانم خیلی خستم همینو میخوام الان پیاده میتونم برم خونه چاسی ما اینیم دیگه هیچی دیگه امیدوارم که ولاگم خوشتون اومده باشه تا دیدار بعد بچه‌ها خوشتون بیاد این بچه یکم ولاگ بگیره خودمون رو پاره کردیم تا گرفت این یکی هم با زور بچه‌ها گرفتن میگیره از این ببر حمایتت میکنیم مراقب خودتون باشید تا ولاگ بعدی بای